بازار صابر شاعری معروف توجیک روز 1 مای در سن 79 سالگی در یکی از بیمارستان‌های شهر سیاتل آمریکا درگذشت. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 1 مای به نزدیکان و پیوندان این شاعری شناخته تسلیت و همدردی بیان کرده است. در خبر دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان از بازار صابر با عنوان شاعری وطنسرای یاد کرده شده است که در تربیت حس وطندوستی و خویشتن‌شناسی و هویت ملی زحمت‌های زیادی کشیده است. تمام ایجادات بازار صابر به خصوص اشعار زمانی صاحب استقلالی‌اش از احساس گرمی وطنداری و خوششناسی ملی سرشار است. یاد او سخن والا و نوتکرار شاعر خلق بازار صابر تا ابد در یاد مردم باقی خواهد ماند. آمده است در خبر دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان. بازار صابری 79 ساله در نویه فیض‌آباد به دنیا آمده در سالهای 1970 و 1980 در سرگاه جنبش بیداری قرار داشت و از محبوب ترین شاعران تاجیک زمان شوروی به حساب می رفت. او در پایان سالهای 80 به حزب دموکرات تاجیکستان پیوسته. سال 1990 وکیل شورای عالی پارلمان وقتی تاجیکستان انتخاب گردید. سال 1993 برای 9 ماه به زندان کشانده شد و در پایان همان سال با مساعدت سازمان‌های حامی حقوق رها یافته به مسکو و از آنجا سال بعد به آمریکا کوچید. بازار صابر سال 2013 در عین انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان با دعوت رئیس جمهور امامعلی رحمان به کشور آمد و گفت دیگر در تاجیکستان خواهد زیست. اما در یک صحبت قبلیش در سال 2016 با رادیو آزادی گفت از بس که فرزندان و نبیره‌هایش در آن سوی اقیانوس هستند گاه گاهی بعدی دوربینیشان می‌رود.